خیلی خوب. خب بگو ببینم اسمت چیه؟ آقا با شما اسمت چیه؟ چرا اینو بز داره منو نگاه میکنی؟ پرسیدم اسمت چیه؟ بفرمایید مشکلتون چیه؟ من فراموشی دارم. فراموشی داریم؟ میشه بیشتر توضیح بدی؟ در مورد چی؟ در مورد همین فراموشی دیگه. من اصلا فراموشی ندارم. همین الان گفتی فراموشی دارم. نه آقا چرا جب میدی؟ من اصلا فراموشی ندارم. بابا خیلی نادره. ماهی هم 3 ثانیه حافظه دارم، تو اونم نداری؟ میشه سوال بپرسم؟ بفرمایید. من برای چی اومدم اینجا؟ اومدی خدمت کنی. خدمت؟ مگه اینجا میوه فروشی نیست؟ میوه فروشی؟ آره الان من برات یه میوه هم می‌نویسم که حسابی تقویت بشی. بی زحمت آمپور ننویسا، 1 کیلو موز و 1 کیلو خیار برام بنویس. بله. چه خوش اشتها هم هستی ماشاءالله. مشکل چیه؟ من غنیم، دارم به اندازه. خب بس برای چی اومدی اینجا؟ اومدم خدمتمو بخرم. یعنی اینقدر پول داری؟ چقدر پول داری که میخوای خدمت بخری؟ اندازه ای که هم من برم خونمون هم شما بری خونتون. راست میگی؟ باریکلا پسر. سرکار اینجا نندازش بیرون. میخواستم کمکت. برو گم شو بابا. بدبختی رو میبینی؟ یه بخشی از مشکل جامعه ما اینه که همه خیال میکنن همه چی رو با پول میشه خرید. نفر بعدی. شما مشکل چیه؟ گوشام نمیشه. برای همین اومدی؟ خوبه عجیبه. گوشاتم که سعید و سالمه. نمیشنوم. همین الان من حرف زدم تو میشنوی. صداتون رو ندارم. من هرچی میگم تو داره جواب منو میدی. خب نمیشنوم. یعنی چی نمیشنوی؟ پس من چجوری میفهمی من چی دارم بهت میگم؟ دکتر دنبال چی؟ واقعا متاسفم واسه. برای من متاسفی؟ ببین تو فکر کردی معافی دادم تو الکیه؟ بله. باشه الان بهت ثابت میکنم. سرکار اینه برین انفرادی تا بفهمه که یه هم چه کرده. برو بینم. داداش قفسه بندی وکیلیه؟ ببین تا پادگانم نفوذ کردن و همه جا هست. آقا محمود شما رو تحمل کرده؟ مستحکم سواک با دوام. برو ببین چیه. داداش این قفسه های صنعتیشه، دست دومه، با نوش هیچ فرقی نداره. داش مهدی اینایی که داری میبینی به قیمت 1/10 نوش داره میده. بعد به کل ایران ارسال داره. الان شرایط اقساط هم داره. میدونی کجاست؟ جاده صاحب. دمت چم. شماره تلفنش 1700 1800. واقعا؟ سلام آقای دکتر، خوب هستین؟ خانم تو کی هستی؟ چه نسبتی با این داری؟ من زنشم آقای دکتر، این آوردم به خودش معافش کنه. مشکلش چیه؟ قرار بود به خودش استوار بشه ولی آشکال اومده اینجا شده سرباز. خب بذار معاینه‌اش کنم. این دستتو بکش. به خودش معاینه‌اش نکن، من خودم به خودم معاینه‌اش کردم. مشکل فنی به خودش داره آقای دکتر. اینطور که نمیشه بابا جان، باید معاینه‌اش کنم. بابا تو دکتر محرمه، بذار دست بزنه، نمیخوره که. اشکال. آقای دکتر معافی این شوشور منو به خودتون بدید ما بریم. ببین خانم اینطوری نیست، ما باید بررسی کنیم. بابا تو رو خدا معافیشو بدید بریم. من خودم همه جاشو بررسی کردم، واقعا مشکل فنی داره. بذارید ما معافیم بریم. عجب. بشین بابا، بشین اینجا. چته تو؟ دکتر مکورم. تو که میبینی که من نمیبینم. ای بابا تو کجا هستی دکتر؟ من اینجا. ببینم اینطوری که داری میگی مثل که چشات نمیبینی. تو مادرزادی کوری یا بدن کور شدی؟ والا دکتر من خودم کاسب عشقم، یه عمری وسیله میدادم دست مشتری. از قضا بارم تموم شد، رفتم سر کوچه، این موتوری نمیشناختم، یه دونه مال به من داد، خوردم، یهو سرم سیاهی رفت، یه دفعه کور شدم. ای بابا اینو گفتی دلم سوخت. الهی قربون دلت برم. بیا این تراولای صدی رو بده دستم دکتر، بده لمسش کن. همین برو خودت مالش. وای چقدر است دکتر؟ این همه صدیه دیگه، تراول صدیه. دکتر کورم، اسکول نیستم که این همه دقیقه دکتر. عیدت مبارک. تو که چشات نمیبینه چجوری فهمیدی اینا؟ دکتر من یک عمری وسیله دادم، پول دستم میومد، بو به من میخوره، من میفهمم دیگه بالا سر. آها از بو میفهمی ها؟ هم از بو هم از لمس. تو یه جا میفرستم که بود شامهش خیلی بهتر بشه. سرکار ببرین انفرادی. من تا سر کار بودم. برو بگو
چتونه؟ این چشه؟ سکته کرده همش قش میکنه. ببینم تو چرا به سون وصله؟ دکتر من برم دشیری؟ خیلی خوب تو برو خسته. عجیبه تو چرا اومدی خدمت؟ تو که با این زبونت باید بهت معافی بدم. اتفاقا ما کارت معافیت هم داریم. خب پس برای چی اومدی خدمت؟ آقا معرفت انسانیت به خاطر آقا حامد اومدی. تو چی کاره اینی؟ ما مترجمش هستیم. ماکراتو سیپرالو فرست نایت چرزیفورد. اوکی آقا داره میگه ما دیگه نمیتونیم این تیم رو اداره کنیم. این میخواد بره معاف شه دیگه نمیتونه. مصوم شده آقا. متر سینگل فرست سینگل تو چرز. آقا این قابل پخشش میگه زن میخوام ولی تو رو خدای معافیت داری این کارش گیره آقا. اینجا دیگه نمیتونم بگم. تو خودت نیاز به مترجم داری و حرفایی نمیخوای ترجمه کنی واسه من؟ آقا تو یه کارم نمیتونی بکنی یه معافیت ما رو بگیر دیگه. چند تا از این کارتا دارم میخوای؟ این تبریزی که خوب شد. سرکار نفر بعدی. بابایی بازی گوشه دی. سلام دکتر. علیکم سلام. دکتر اینا منو دوست ندارن. یعنی چه دوست ندارم؟ من بازی نمیدن. خجالت نمیکشی با این سن سالت این کارا رو میکنی؟ برای چی این کارا رو میکنی؟ دکتر بیا من معاف کن من برم پیش مامانم. راست میگی؟ آره بابا. باش ببین نکن این کارا رو زشته. تو معلم اینایی. برو خدا دکتر. برو بهت میگم. منو معاف کن دکتر. خیلی خوب برو. آقا تو را به وجدان نداشتتان این رژه درست حسابی برید. یعنی شما پدر من در آوردین یه بار تمامش کنیم بریم آسایشگاه استراحت کنیم. شما را به خدا درست برید. جناب. برهان برژه قدم رو چپ راست چپ راست چپ راست چپ 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 دست به برهان خیلی خوب. وله دیگه زنگ آخره کلاس همش قله همه فستون بال جمع کوله معلمو ببین چه پای است و چقدر کوله. بیا تو مخ نمیره آقا جان دیگه کلاس آخر آقا جان نمره 20 کلاسو نمیخوام آخه دیگه هوش حواس نمونده برام آقا جان. غذای هر روز ماشو برنج و عدسه غذای هر روز ماشو برنج و عدسه اونو به هم بزنی فضله موشو مگسه اونو به هم بزنی فضله موشو مگسه. بخورم یا نخورم گوش نمیمونم قدر آشنانمو حالا میدونم قدر آشنانمو حالا میدونم. ننم جانی بله کن اگه خواب میتونه یه جمع مثل ما خفن اوکی کن. اکیب خودش زنگ آخری نفهمیدی اینو چند باری پشتم ای تو گوش کن حله کن. او کلاسو ببین از کن حالا مره بله کن. او زنگ آخر رو بشین ببین حال کن حالا هله کن. او کلاسو ببین از کن حالا مره بله کن. او زنگ آخر رو بشین ببین حال کن. زنگ آخر